مادرتون مریضه بنویسید، شکستش خوردین بنویسید، افسرده‌این بنویسید، امتحان آیلتس داریم بنویسید. هر روز باید بنویسید. نمیدونم چی بنویسم، همینو بنویسید. بنویس من نمیدونم چی بنویسم. 3000 بار بنویس من نمیدونم چی بنویسم. من نمیدونم چی میخوام بنویسم. من نمیدونم چی میخوام بنویسم. من نمیدونم. من نمیتوانم بنویسم. 3 روز است که نشستم و یک کلمه نمیتوانم بنویسم. چرا من نمیتوانم بنویسم؟ شاید هیچ وقت تمرکز لازم را نداشتم. شاید از بچگی وقتی که پدرم من را توی اومد چی شد؟ من فقط داشتم میشم من نمیتوانم بنویسم، من نمیتوانم، من چی شد؟ میشه